زمان گذشته استمراری در زبان گیلکی، گویش منطقی سیاکلورود. به فعل‌های مانند می‌رفتم، می‌آمدم، می‌گفتم در فارسی فعل استمراری می‌گویند، عملی که در گذشته به صورت پیوسته انجام می‌گرفته. برای ساختن این فعل در گیلکی کافیه به آخر ریشه فعل شناسه اضافه کنیم. برای مثال فعل گوتن در گیلکی به معنی گفتن است. ریشه این فعل میشه گوت. گفتیم که برای ساخت فعل گذشته استمراری در گیلکی کافیه به آخر ریشه فعل شناسه اضافه کنیم. گوتم یعنی میگفتم. گوت به اضافه شناسه. گوتم میگفتم. گوتی میگفتی. گوت میگفت. گوتیم میگفتیم. گوتین میگفتید. گوتن میگفتن. یک مثال در جمله: تو خو گوتی میشینیه. تو که میگفتی مال من نیست. تو این جمله میشینیه یعنی مال من نیست. تو خو گوتی، تو که میگفتی. تو خو گوتی میشینیه، تو که میگفتی مال من نیست. برای منفی کردن فعل استمراری کافیه به اول فعل حرف نون اضافه کنیم. نو گوتم نمیگفتم. نو گوتی نمیگفتی. پس به همین راحتی با اضافه کردن شناسه به ریشه فعل تونستیم در گیلکی گذشته استمراری بسازیم و با اضافه کردن حرف نون به ابتدا تونستیم اون رو منفی کنیم. در ادامه گذشته استمراری چند فعل پرکاربرد گیلکی رو لیست میکنم. تا یک ایده آموزشی ویدیو، خدا شیمی امره.